پسرای عزیز من، صبحتون بخیر. سلام بچه ها، صبحتون بخیر. یکی یکی اسماتون رو صدا میکنم. صبر کن محمد طاها، محمد مهدی، صبر کنید اسم و صدا بزنم، حاضر غایبم و انجام بدم. آقای محمد یحیی احمدی، مرسی. آقای طاها اسکندری، بله. آقای امیرحافظ اسماعیلی، محمد یاسین اشراقی سر کلاس هستی؟ بله. آقای پارسا اصغری، مرسی. آقای حسین داوودی، آقای حسین داوودی سر کلاسی حسین؟ سری دستتو بلند کن. صدرا زرگرزار، مرسی. آقای مهراد سربالاوند، ممنون. آقای محمد معید شاه محمدی، مرسی. سورنا شمشکی، سورنا جان شمشکی، مرسی سورنا. آقای امیرعلی فرهانی، بله. محمد طاها طالبی محمد مهدی، مرسی. امیر حسین طباطبایی، آقای اعلی عقیقی، آقای ایمان قاضی نژاد، آقای کیان کارگری، آقای کیارش محمدی، آقای حسان معمارنژاد، مرسی. آقای کیارش مقدم، فراز محبوب‌فر، خلیل مویزچی. بچه دستا رو لطفاً بیاریم پایین. دستا رو همگی بیاریم پایین. دستا همگی بیاد پایین دستا. بچه دستا رو لطفاً بیاریم پایین همگی. خب میریم سراغ بقیه جملاتی که دیروز نرسیده بودیم کار کنیم. قبل از این که من وارد بقیه جملات بشم، بچه‌ها دقت کنید، گروه بندی دیکته آزمون دیکته ارزشیابی دیکته رو من توی کانال دیشب گذاشتم. یه خواهشی که دارم، یعنی من چندین مرتبه مجبور نشم اخراج کاربر رو بزنم. هر کسی سر زمان خودش وارد کلاس بشه. فقط سر زمان خودش وارد کلاس بشه. این یه مورد دیگه این که ارزشیابی دیکته مثل دیکته‌هایی که بعد از ظهر ازتون میگرفتم تایید صدا و تصویر میدم. خواهشی که دارم موقعی که اینو دارم میگم چون همگی هستن بشنون، توی گروه ها دیگه اعلام نمی کنم. موقع زمان ارزشیابی فقط من صحبت میکنم و اگر سوالی داشتم از دانش آموزم میپرسم و خواهشی که دارم حتما این مورد رو رعایت کنید، چون تمام آزمون‌های ارزشیابی ما هم ضبط میشه، آرشیو میشه برای کانال مدرسه که اگر آموزش پرورش ارزشیابی رو از ما خواست داشته باشیم. پس حتما تو این مورد توجه کنید که حواسمون باشه که انشاءالله یه ارزشیابی درستی انجام بدیم. هرچند که ارزشیابی بچه‌ها 70% از اون زمانی که توصیفی شده ارزشیابی توی کلاس ها از بچه ها صورت گرفته. خب بچه ها بریم سراغ نفراتی که دیروز توپاشون رو نگرفته بودن. کسایی که دیروز توپاشون رو نگرفته بودن. طاها اسکندری، دستتو بلند کن طاها جان. اینم توپ طاها افتاد. این توپ طاها. ببینم طاها چه جمله‌ای رو میخواد برای ما بخونه و ما بنویسیم. طاها جان تایید صدا بده. سلمونی. سلام عزیز دلم، خوبی طاها؟ اینو برای من بخون ببینم.
پشت بام. پشت بام. پشت بام. با پشت بام برای من یه جمله بساز. اول بنویسش، بعد با پشت بام یه جمله بساز تا من و دوستاتم جملت رو بنویسیم. پشت بام یعنی همین بالا پشت بوم، بالای خونمون بهش میگم پشت بام. پشت بام. با پشت بام چه جمله‌ای برامون میسازی؟ یه دقیقه. تموم شد، نوشتم پشت بام. خب برای من با پشت بام جمله بساز. پشت بام در آسمان بود. مگه پشت بام در آسمان؟ شما تو آسمون پشت بام میبینی؟ نه. شما روی پشت بام معمولا چه چیزایی رو میبینی؟ پشت بوم. کنار پشت بوم چه چیزایی رو میبینی؟ کنار پشت بوم مثلا از تو خیابون رد میشی داری بالا رو نگاه میکنی، کنار پشت بوما چی میبینی؟ بالا نگاه میکنم کنار پشت بونا. خب من کمکت نمی کنم، خودت جمله بگو. تو راهنمایی منو حواست نیست به راهنمایی من. خودت بگو پسرم. معمولا آدم روی پشت بوم، کنار پشت بوم چه چیزایی رو میبینه؟ من تلفنمو نکشیدم. خودت باید بگی. بگو. من روی نه فهمیدم جمله چی بگم. بگو عزیزم. من از آسمان. نگاه کن تاها جان، ما کبوتر، پرنده، پرستو تا حالا ندیدی توی مثلا خیابون پرواز میکنن میرن بالای پشت بوم ها میشینن، روی پشت بام ها میشینن؟ دیدی؟ خب پس وقتی که دارم بهت کمک میکنم دقت کن که بتونی جملتو بگی. حالا جملتو برای من بساز. من روی سب کن. ننویس پسرم، ننویس، جملت رو اول بگو. میخوام جمله خودم رو بخونم بعد بگم. خب جملت رو اول بگو برای ما، بعد برو بنویس. کبوتر در آسمان بود. خب پس پشت بام چی شد؟ مگه ما نمیخوایم با پشت بام جمله بسازی؟ من در روی پشت بام کبوتر پشت بام کبوتر دیدم. آها این شد. من روی پشت بام کبوتر دیدم. بچه بنویسیم. بنویس خودتم. من روی پشت بام کبوتر دیدم. پسرم کوچولوتر بنویس عزیز دلم. من روی پشت بام. بچه ها همه بنویسن.
من روی پشت بام کبوتر دیدم. من روی پشت بام کبوتر دیدم. نمیدونم تاها جان به فیلمای نگارش من نگاه کردی یا نه؟ پسرم اینجا رو دقت کن. نمیدونم اصلا اون فیلمایی که من میفرستم و بعضی از بچه‌ها میبینن نمیبینن، چون واقعا هیچ کدوم از اون نکته هایی رو که من رو کی درس دادم پسرم، پشت رو خیلی وقت درس دادم. نگاه کن، شما پشت بام رو که میخوای بنویسی این آخر رو بکش، یهو دستتو ببر بالا، نه اینکه اینجوری مینویسی. شما پ رو میکشی، ش رو میکشی، ت رو اینجوری میذاری، بعد اینو میبری بالا. این که نشد. من گفته بودم یهو نگاه کنی، پشت یهو ببری. من این فیلم هایی که فرستادم اصلا دقت کردی؟ نگاه کردی اصلا این فیلم ها رو پسر قشنگم؟ چون رو که خیلی وقتی گفتیم نباید اینجوری بری بعد دندونش رو بذاری، باید یهو بکشی. اینا همه باعث میشه خطت کند بشه. دیکته که آدم میگه جا میمونید. بعد بیاین مدرسه میخواین چیکار کنی؟ بنویس ببینم. پشت بام بقیهش بنویس. لپتاپو خم کن. من روی پشت بام کبوتر دیدم. مرسی تاهای عزیزم، مرسی. دیدم نمیخواد بلند کنی، دیدم نوشتنت رو کاملا. فقط تاها خواهشی که ازت دارم، ببین خانم سلمانی وقت میذاره فیلم ها رو میگیره. مثلا من کبوتر رو یاد داده بودم چطوری بنویسین، گفتم یهو بنویسین کبوتر رو، شما همه رو تیکه تیکه داری مینویسی. سعی کن اون فیلم هایی که میفرستم با دقت نگاه کنی. من اون فیلم ها رو که الکی نمیفرستم، من اون فیلم ها رو برای اینکه شما بهتر بنویسین میفرستم. من از این به بعد روی این نوشتناتونم دقت میکنم. بگیر توپتو عزیز دلم، بگیر. مرسی پسر قشنگم، ممنونم. آفرین. نفر بعد آقای امیرحافظ اسماعیلی. آقای امیرحافظ اسماعیلی، تایید صدا، تایید تصویر. امیرحافظ، نه بچه امیرحافظ اشتباه گفته بودم دیروز، شما جملت رو گفتی، جملت رو دیروز گفته بودی، تیکتو نخورده بودی. بذار محمد پارسا. حسین داوودی. حسین جان تایید صدا، تایید تصویر. حسین دستتو بلند کن. حسین دستشو بلند کنه. مرسی. تایید صدا بزن و تایید تصویر. یه بار دیگه تایید صدا بزن. سلام. خوبی قشنگم؟ صبحت بخیر. صبح شما هم بخیر. اینو برای من بخون ببینم. پیاده. بچه کلمه پیاده از اون ایا داره که یه رو کول کرده ها. نگاه کنید. پیاده.
یاده ای اول اومده یه رو کول کرده. پیاده رو بنویس و برام جمله بساز. پیاده. خب با پیاده برای من جمله بساز ببینم. من پیاده به مدرسه آمدم. من پیاده به مدرسه میروم، چون وم خوندیم بهتره. بنویس. آفرین. من پیاده به مدرسه میروم. من پیاده آفرین به مدرسه میروم. میروم. بلند دفترتو من ببینم. آفرین تای جملهش هم دوخت. بلند کن من ببینم. من پیاده به مدرسه میروم. مرسی حسین، عالی. بیا بگیر توپتو. بگیر توپتو بگیر توپتو. باش کلی بازی کن. مرسی عزیز دلم، عالی. نفر بعدی آقای امیرعلی فرهانی. امیرعلی جان دستتو بلند کن. امیرعلی فرهانی دستشو بلند کنه پسر گلم. مرسی. تایید صدا و تصویر بزن. سلام. خوبی پسرم؟ بخون ببینم. پرسیدن. خب با پرسیدن یه جمله بساز. ما به چی؟ با پرسیدن. ببین وقتی که خانم سلمانی از شما میپرسه با اسم داره تمرین میکنه درسای شما رو. شما با پرسیدن خانم سلمانی درساتون رو تمرین میکنید، درسته؟ بله. خب حالا بگو عزیزم. ما با ماشین به شیراز رفتیم. مادر بزرگ من را دیدیم. ازش پرسیدیم. خب اول اینکه ما رفتیم و نخوندیم. بعد این جمله نیست، این یه بند شما گفتی. چند تا خط میشه؟ چند تا جمله گفتی، یه جمله نگفتی. بعد الان پرسیدن. نگاه کن شما خوندی پرسیدن، نگفتیم پرسیدم. درسته؟ بله. خب فکر کن ببینم چی میتونی بگی. بهت کمک کردم، گفتم مثلا خانم سلمانی وقتی از شما درس میپرسه شما تمرین میکنید درساتونو، باعث میشه درساتون مرور بشه، تمرین کنید. مثلا مادرت دیروز از شما درس پرسید، باعث شد شما درس رو چیکار کنی؟ مرور کنی. درس برای شما مرور شد. درسته؟ مرور یعنی تکرار شد، تمرین شد براتون درس. حالا میتونی جمله رو بگی؟ بله. بگم. بگو عزیزم. مادرم دیروز به من
درس پرسید. میتونیم بگیم به من درس پرسید؟ نمیتونیم که. اولا اینکه پرسیدنه، پرسید نیست، پرسیدن. میتونیم بگیم که مادرم با پرسیدن درس آن را برایم مرور کرد. یعنی مادر شما درس رو ازت پرسید تا یه مروری بشه روی درسات. درسته؟ بله. این جمله سختی بود، ولی چون شما همیشه جملات خوبه به خاطر همین من پرسیدن رو گذاشتم برای شما. اشکالی نداره، بنویس. اول پرسیدن رو بنویس تا جمله رو بگم. پرسیدن. نوشتم. مادرم با پرسیدن درس، جمله رو بنویس. اگه میشه لپتاپ رو خم کن نوشتنت رو ببینم. مادرم با پرسیدن درس پرسیدن درس چه ای باید بیاد؟ رفت. آفرین، رفت. بنویس پرسیدن درس، پرسیدن درس آن را برایم مرور کرد. مرور، آفرین. مرور کرد. نوشتم. مرسی عزیز دلم. ببینم نوشتنت رو. بلند کن دوباره من ببینم. آفرین، مرسی. بیا توپتو بگیر. بدو. نخوره به اون چیزایی که رو پشت دیوار. آها، گرفتی. مرسی عزیز دلم. ممنونم. تشکر. خواهرتم اومد. مرسی قشنگم. نفر بعدی. سر بالا من جانم. سر بالا من. چیه عزیزم؟ پسرم چیه دستتو بلند میکنی؟ خانم ببخشید من سوال دارم. از من دیروز این توپا رو پرسیدی؟ بله، اصلا فکر کنم نپرسیدم. میخوام بپرسم. چرا الان سوال میپرسی؟ بس سر کلاس باشی. بنویسی نوبتت شد جواب میدی، نوبتت نشد جواب نمیدی. درسته؟ درست. آفرین. سوال بیمورد نپرس. نفر بعدی آقای اعلی عقیقی. اعلی جان دستشو بلند کن. پسر قشنگم. اعلی دستشو بلند کنه. اعلی، مرسی. تایید صدا و تصویر بزن. اعلی عقیقی، تایید صدا
تایید تصویر. یه بار دیگه الا تایید بزن. الا جان فکر کنم تایید نمیگیره. فرهانی جانم چی کار داری پسرم؟ پشت بام با همه. خانم پشت ببخشید برای ما خط سرور میده همش. خطای سرور میده. امیرعلی یه دقیقه صبر کن الا. خانم. امیرعلی پشت بله پشت بام ربط اومده دوستشون کرده. الا جان تایید تصویر چی میتونی بدی؟ خانم وقتی خط سرور میاد تایید تصویر ما فعال نمیشه. الان فعال شد. شد دیگه پسرم شد. خدا رو شکر فعال شد. خدا کنه که سلام صبحتون بخیر. سلام عزیز دلم. بخون کلمت رو روی تو. پشیمان. آفرین پشیمان. با کلمه پشیمان یه جمله بر من بساز. پشیمان میدونی معنیش یعنی چی؟ یعنی آدم مثلا میتونسته یه کاری رو انجام بده، انجام نداده، الان پشیمونه. یا یه کاری رو نباید انجام میداده، انجام پشیمون داده، شده. پشیمون شده. درسته؟ پشیمون شده. خب حالا این جمله بساز. با پشیمون. من از بگو جملتو بگو، من برات درستش میکنم. هرچی به ذهنت میاد بگو. من از بدی کردن، تنبلی کردن پشیمان شدم. خب تنبلی که ل رو هنوز نخون. درسته؟ درست. به جای تنبلی میتونی چی بذاری؟ میتونم بگم من از بازی پشیمان شدم. یعنی که نباید فقط بشینم پای بازی، باید بشینم پای درسم هم باید بشینم. پس میتونیم بازی مثلا توپ و اینا به نظر من خوبه بگیم بازی رایانه‌ای. درسته؟ که جمله‌مون بهتر بشه. حالا جمله رو یه بار دیگه بگو. یه بار دیگه بگو دوستات بنویسن. من از بازی رایانه‌ای پشیمان شدم. آفرین بچه‌ها بنویسین. من خودتم بنویس تا من نوشتنت رو ببینم. من از بازی رایانه‌ای پشیمان شدم. صدا کشی کن و بنویس. آفرین. بازی رایانه‌ای بازی رایانه‌ای
رایانه ای پشیمان میدونید خانم چه ای میاد؟ مستقل. آفرین، رایانه ای مستقل میاد. پشیمان شدم. این مستقل. آفرین. پشیمان پشیمان شدم. شدم. بلند کن دفترتو ببینم. برای دیروزم همشو نوشتم. آفرین، بله میدونم عزیز دلم. فقط خیلی تار و سفید من نمیبینم. یا بیاری نزدیکتر، یه ذره بیاری نزدیکتر. مامان اشتباه کردم گفتم. نه عزیزم نکردی. من متاسفانه نمیدونم شما با تبلتین، درسته؟ نمیدونم چرا تصویر نه با گوشی خانم. تبلت بالا نمیاد گوگل. با گوشی خیلی قشنگ واضح معلوم ما نمیشه. خط سرور داریم، نه با تبلت نه با لپتاپ. ای بابا، اشکال نداره، برام عکسشو بفرست که ببینم. باشه پسرم، بیا بگیر. الان سر دیکته خانم حقیقی جان، من باید ببینم نوشتنش رو سر دیکته، یا مثلا باید یه جوری بگیرین که من ببینم، چون الان نوشتنش اصلا موقعی نوشتن ندیدمش، آخرش هم نتونستم ببینم. حتما برای دیکته یه کاری کنیم که من ببینمش همزمان. بیا پسرم. علا جان بگیر توپتو. چشم حتما. علا صدا من بهتون دیر میرسه. علا بگیر اینا ها. مرسی عزیز دلم، مرسی پسر قشنگم. بله مرسی عزیزم. متاسفانه نمیتونم صدا و تصویرتم بگیرم. خودت بگیر ببینم میتونی صدا و تصویرتو. خواهش میکنم عزیزم. علا اگر حالا من با ماما صحبت میکنم یه شرایطی باشه که بتونم ازت امتحان رو بگیرم. محمد مهدی طالبی تایید صدا، تایید تصویر. محمد مهدی تایید بزن پسرم. سلام. چطوری محمد مهدی؟ خوبم. خدا رو شکر. بگو کلمت رو. پرتاب. آفرین. با پرتاب برای من با پرتاب برای من جمله بساز. من پرتاب به پشتبون شدم. شما مگه از بس شلوغی نکن تا ما یه چیزی کلمه پیدا کردم. بگو حالا بگو. من توپ را پرتاب کردم. آفرین. حالا یه ذره جمله رو بیشتر کنید. من توپ را به سمت دوستم پرتاب کردم. بنویس. پرتاب اول بنویس. من پرتاب توپ باش. چی؟
سب کن مامان بذارید سب کن ساحل جان، سب کن ترتیب بنویسید. پرتاب. خب نوشتی؟ حالا جمله درست کن بنویس من توپ را من توپ را من نوشتم. آفرین به چی داری من می‌نویسی؟ توپ بیا را صداش بده پاک کن من توپ بیا. را به سمت سمت دوستم چه ای باید بیاد؟ سمت سمت بنویس سمت دوستم دوستم پرتاب پرتاب کردم. من توپ را به سمت دوستم پرتاب کردم. بلند دفترتو هستم بازم شما هم کنم موبایل این صاف نگه ثابت نگه یه لحظه میارین جلوتر. وایس دیگه خب مرسی. دوستم رو نبودم. درست نوشتی؟ بله خانم سلمانی درست نوشته بیا توپتو بگیر. نم دوستم بگیر پرتش کنید بالا پشت بگیر این ور دستتو بگیر بگیر آها رفت میکنه اینقدر تو زدی رفت میکنه. مرسی عزیزم عالی. نفر بعد آقای احسان معمار نژاد تایید استعداد تایید تصمیم. احسان جان دستتو بلند کن عزیز دلم. احسان معمار نژاد معمار نژاد تایید بزن تصمیم. سلام خوبی پسر قشنگم؟ بله. پیاز کول کرده پیاز رو بنویس تو پیاز آشپز پیاز را ساتوری کرد. خب ساتوری داره که ما هنوز ساتوری یه جور نگاری داره که ما هنوز نخوندیم. مثل او استاره آن مثل او سارنه خودم کتاب نه پیاز مادر من
پیاز را شست. آها آفرین. مادر من پیاز را شست. مادرم یه ذره زیاد بله باشو باز خانم. مادرم و پوست آن را درسته؟ که میشونیم میکنیم مادر من پیاز نه اینجا مادر من چه مادر من. مامان شما نوشتی مادرم، خانم دارم میگم مادر من. مادر من مادر من. درسته بنویس، منو بنویس. من نداره مادر من نوشتم مادر من پیاز بعد دیگر پیاز را پیاز را شست نوشتی اومد نزدیکش شست و پوست آن خانم با شما. احسان چه دوستی. مرسی. پوست آن آخرش ارد آن را آن را چند خب بلند کن. چقدر خوب آدم باشه باید ببینمت عزیزم. نگه داری همین مادر من پیاز مرسی عزیزت. عالی. یه تو بگی تایید کنید رفت. تو بگی یه بشینه پیشمون بگید نخورید. آها بچه ها برید زنگ تفریح تا انشاءالله